بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما در درس‌های گذشته راجع به تعریف روزه نکات داشتیم. اکنون راجع به جایگاه روزه می‌دانیم که خداوند متعال ولی ما شماست، حاکم و متصرف ما شماست و جز خیر شر را به ما نمی‌رساند. پس عباداتی که جنبه هدفش عبادات تشریعی یا شعائری است که نمونه و عنوان است برای معرفی یک مسلمان به دیگران، یکی هم روزه است. یعنی با مجردی که ماه مبارک رمضان می آید و مسلمان از خوردن و نوشیدن و شهوات دوری میکنه، این تعریف می شود که اینی نفر مسلمان است. و هرگاه کسی در ماه مبارک رمضان به خوردن و نوشیدن و این چیزا دست بدهد، این دلیل میشه که این نفر مسلمان نیست. چرا؟ این عبادات شعائری میگه، یعنی عبادتی که دلیل بر مسلمان بودن یک انسان است. پس روزه از جمله عبادات شعائری است و جایگاه عظیمی نزد خداوند متعال دارد. پروردگار عظیم در رابطه به روزه می فرماید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. عظمت امت اسلامی در قانونش است، در قانون اساسی که قرآن کریم است. بعد این قرآن چنان کتاب عظیم است که به هر چیزی که تعلق گرفته است او را ظرفیت می دهد. در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شد، ماه مبارک رمضان را ماه برتر کرد. امتی که این ماه را می گیرد او را برتر می کند و عظیمش می کند. پس روزه در حقیقت وسیله تعریف ما و شناخت ما برای دیگران است. روزه وسیله است که ما را از منکرات نگاه می کند و روزه وسیله است که انسان را به خداوند متعال نزدیک و نزدیکتر می کند. رسول ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به اهمیتش می فرماید: اگر یک مسلمان روزه را افطار بکنه قصداً، یعنی در ماه مبارک رمضان بدون حکم شرعی، بدون جواز شرعی، مبادرت بکنه به خوردن و نوشیدن و شهوات و روزش بشکند، بعد از او اگر کل عمر خود را روزه بگیرد، این جایگاه امو روزه گرفتن نمیتواند. کل عمر خود را اگر روزه بگیرد. پس از این معلوم می شود که اگر ما روزه بگیریم نتیجه چی می شود؟ میگه پیامبر ما علیه السلام می فرماید که در روز قیامت قرآن کریم و روزه شفاعت می کند. روزه شفاعت می کند و پروردگار عظیم انتو می فرماید که پروردگارا، من این انسان را از خوردن و نوشیدن و شهوات منع کرده بودم و به خاطر امی تو ایره ببخش. یا جای دیگری تو می فرماید که الله متعال در مقابل هر عملی که انسان انجام میدهد برای از او پاداش معینش وجود دارد. الا الصیام، مگر روزه، فانه لی و انا اجزی به. روزه برای من است و پاداشش هم من میتم. معنای چی را میده که روزه برای من است؟ کل عبادت برای خداوند متعال است. میگه در روزه ریاکاری نمیشود. در روزه ریاکاری نمیشود. عظمت خدایت را چنان احساس میکنی که نمیتونی به تنهایی که هیچ کس در خانه نیست تو آب بنوشی ولو که تشنه هستی. نمیتونی که نان بخوری ولو که در خانه هیچ کسی نیست، تنها و تنهاست، میتونی بخوری ولی نمیتونی بخوری. پس در اینجا ریا نیست. از این خاطر جایگاه عظیم نزد خداوند متعال داره و پروردگار چی میگه که الصوم لی و انا اجزی به. چون روزه برای ماست و اینجا ریا جای ندارد، پاداشش را هم میدم. پاداش را هم میدم. و جالب است که یک تعریف ایت میکنه که پاداشش من هستم. یعنی انسان در زندگی خود بزرگترین هدفی که تعیین میکنه همانا قرب و رضایت خداوند متعال است. پس هر که روزه بگیره در حقیقت خداوند متعال را پیدا کرده است و رضای خداوند متعال را کسب کرده است. امیدوار هستم که در این ماه عظیمی که ما داریم بتانیم بعد تثبیت صالح ترین نیت خود
روزه را طوری بگیریم که ام چشم خود را، ام گوش خود را، ام جوارح خود را از نافرمانی خداوند متعال نگه بداریم تا سبب شود که رضایت خداوند متعال را کسب بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.